علیکم سلام، شب بخیر، خوش اومدید. سلام، شب شما بینندگان محترم بخیر باشه. انشالله که خیر و برکت و سلامتی مستمر، موفقیت، امید و آرزوی توأم با واقع بینی به طرف آینده، پول فراوون، میلیونر که هممون هستیم. به قول شما. آره دیگه، هر کدوم یه دونه موبایل داشته باشیم الان آره دیگه، بالاخره همه ما 1 میلیون تومان، همه نه عدد زیادی حقوقشون بیشتر از 1 میلیون تومان در ماه دیگه میشه میلیونر. آره چقدر دنیا عجیبی شده، اعداد ارقام مثلا شاید معنیش فرق کرد. چند دهه قبل بود میلیونر شدن یه عدد، یه اتفاق خاص توی خانواده اتفاق میافتاد. بله، ماشین مثلا با 1 میلیون تومان میشد 8 تا ماشین بخری. ولی خب الان یکی لاستیکاشو میتونه 2 تا، من 2 تا نه لاستیک فکر نمی‌کنم با 1 میلیون بشه 2 تا لاستیک. چرا 2 تا لاستیک فلان مارکو خریدم برای ماشین 1,200,000 تومان. خوبه دیگه. خوب خریدین. خیلی خوب. دکتر، ما توی پیامک‌هامون مخاطبا اینطور من برداشت کردم، حالا شما برداشت خودتون رو بگین، که بیشتر نگرانی هاشون معطوف به آینده است. آینده مبهمی که براشون هراس داره، ترس داره و نگرانشون کرده و احساس میکنن که دنیای آینده براشون قابل کنترل نیست. این برداشت من از پیامک‌ها در مجموع پیامک‌ها بود. چه بچه‌ای که راجع به کنکور حرف زده بودن که آخر هفته امتحان کنکور دارن، چه کسایی که راجع به واکسن و کرونا گفته بودن، باز همه اینا برمیگرده به آینده، یا میزان درآمدشون یا درباره رابطه‌شون که باز معطوف به آینده است نگران بودن. نکته موضوع خوبی رو به نظر من شما پیشنهاد میکنید. من هم موافقم که در موردش بتونیم حرف بزنیم و امیدوارم بتونیم حالا به کمک شما یه مقدار خوب گسترشش بدیم، بازش کنیم، منتقل بشه. ببینید، انسان تنها موجودی است روی کره زمین که همه پدیده‌های هستی زماندار و زمانی هستن، ولی انسان تنها موجودیه که زمانو باهاش ارتباط میگیره، میفهمه. چون برای دیگه مثلا یه سگ که با من مواجه بشه، اگه قبلا اذیتش کرده باشم ممکنه بخواد به من حمله کنه، و اگه قبلا بهش غذا داده باشم ممکنه که بخواد با من حمله نکنه، مؤانست کنه. اون یادش نیست که اون نمیگه به خودش که این قبلا به من اذیت کرده یا قبلا به من غذا داده. برای اون معنی قبلا وجود نداره. اون یه تصویر داره از من که بهش غذا دادم، پس حس خوبی توش برانگیخته میشه و به اون حس خوبش داره پاسخ میده، یا یه تصویر داره تو ذهنش از من شرطی شده بهش که من اذیتش کردم، چوبش زدم، سنگش زدم، ناراحتش کردم و حالا میخواد منو یا تهاجم کنه یا فرار کنه. اون فکر نمیکنه قبلا این آدمو دیدم، او فقط داره یه واکنش در زمان حال نشون میده. ولی ما با خودمون میگیم این سگه قبلا منو گاز گرفته، یا این سگه قبلا از من حفاظت کرده، اومده مراقبتم کرده. ما به زمان بعد میدیم، گذشته رو میفهمیم. انتقال این و درک این یه مقدار تمرین میخواد، اینی که ما بتونیم تجربه خودمون رو از سایر موجودات جدا کنیم. هیچ حیوانی هم منتظر فردا نیست. خیلی از حیوانات دانه هاشون رو چال میکنن، به ظاهر یعنی در عمل چیزی رو ذخیره میکنن، ولی به قصد، هدف، معنی، آگاهی نگه دارن برای فردای روزم که زمستون سرد غذا کمه نیست. او به شکل برنامه‌ریزی شده زیستی، اصطلاحاً غریزی، داره غذاشو ذخیره میکنه یا لونه میسازه. تصوری از آینده نداره. خیلی مهم. فقط ما انسان ها هستیم که از یه سنینی به بعد، حدود 1 سال، 16-17 سالگی به 16-17 ماهگی به بعد، یواش یواش، بعضیا یه خورده زودتر، بعضیا یه ذره دیرتر، درکی از پیوستار زمان، گذشته، حال، آینده پیدا میکنه. همین که آینده تو ذهنمون شکل میگیره، اون وقت ما هدفدار میشیم. همین که رو به آینده فکر میکنیم، برنامه میذاریم، قصد پیدا میکنیم، زمان برای ما از حال به آینده استمرار و گسترش پیدا میکنه و اون وقت حالمونو سمت آینده‌ای که تو ذهنمون چیدیم، این یادتون باشه آینده وجود نداره هنوز، ما تصورش کردیم. فردا دوشنبه است، فردا دوشنبه شما جایی قرار داری، مثلا من شما فردا قرار میذاریم نهار مهمون شما فلان رستوران، منم میپذیرم با تواضع خواهش می‌کنم. ما فقط وعده و وعده
من میام اینها دعوت کنیم. ما الان فردا رو تو ذهن خودمون برای خودمون طرحی زدیم، فردایی که نیست، هنوز زمانی به معنای آینده برای ما تو مفهوم فعلی فیزیکی ویژگی برنامه‌ریزی داریم، ولی برنامه ریختیم و از امروز تا فردا در این زمینه سمت گرفتیم. ما آفریدیمش تو ذهنمون، هنوز وقوع پیدا نکرده چون نرسیده فردا ظهر، اما الان تو ذهن ما تصویری ازش آفریده شد. حالا رفتارامون رو باهاش وفق میدیم. من دیگه قرار ملاقات فردای 12 ظهر با کس دیگه رو نمیپذیرم. جایی دور از اونجایی که با شما قرار گذاشتیم رو وعده نمیذارم که نتونم برسم و هیچ برنامه‌ای که این برنامه فردا رو تداخل کنه رو تو ذهنم خیلی ذوق زده شده. بعد از عمر یکی من نهار دعوت کردم و همه رو سمت اون میچینم. پس از حالا تا تازه امشب شما هم نمیخورم که فردا صبح هم صبحونه. از حالا تا فردا تأثیر گذاشت چیزی که هنوز وجود نداره الا تصویری ازش تو ذهن ما. ما فردا رو خلق کردیم همین الان، ولی هنوز وقوع پیدا نکرد. پس من و شما الان رفتارامون و حتی احساسمون رو به فردا شکل گرفت. ممکنه من ذوق کنم یا ممکنه یه خود نگران شم، بگم فردا اگه نکنه نرسم، نکنه نشه، نکنه بریم اونجا بعد شما یه تشریف نیارید. این همه نگرانی، چه فاجعه‌ای میشه. بعد میشه. آره بعد بیا اصلا سرفه هم اومد. من فکر میکنم به این پودری که میزنیم بعد از به نهار فردا نداره. آره نه رفتی نداره. نگرانی منوز اینقدر نشده مگه اینکه یه دفعه راجع به اینم با هم صحبت بکنیم که ما هفته گذشته، ببخشید میونه کلامتون، چون از من اول برنامه قبل از که شروع بشه ازم پرسیدین که برنامه هفته قبل دوست داشتین که راجع به معنا صحبت کردیم. راجع به اینم صحبت بکنیم که ما به اتفاقای پیرامون خودمون معنا میدیم. بله. مثلا سرفه میکنه، عطسه میکنه، او صبر اومد دیگه این کارو نکنیم، معنا بهش میدیم. آره یه که گاهی اوقات خیالیه دیگه. همین اتفاقا جالبه. مثلا شاید فرض کنیم که سرفه مکس بود پس بهتره فردا اینجا رو نریم. خب یا عطسه نمیدونم از این. ببینید ما داریم فردا خرافات دیگه. خرافات اینا که خرافات. ما داریم فردا رو امروز تو ذهنمون خلق کردیم که هنوز نیومده و میخوام به حس و یه فکر زیرش برسم از این طریق. خب من دارم ذوق میکنم، میگم فردا بالاخره تو این روزمرگی‌های تکراری یه نهار به خرج یکی دعوت شدم که ملاقات باهاش رو دوست دارم و فردا عجب نهاری میشه. خب بعد یهو نگران میشم. ببین ذوق، احساس خوب، فردا یه نهار، بعد یه فکر تو ذهنم میاد. من ساعت 10 خارج تهران یه جلسه مهم دیگه دارم. اگر اون 10 تا 10 و نیمم طول بکشه، من 10 و نیمم حرکت کنم با توجه به ترافیک، با توجه نکنه نتونم 12 به این ملاقات مهم برسم. برنامه فرداتون برسیم. من نگران میشم. ببینید پس یه فکری تو ذهنم حس نگرانی تولید میکنه. متعاقب یک فکر یه حس. خب بعد اون وقت دیگه با تصمیم چه فکرایی متناقضی میاد، هم خوشحال میشه آدم، فوراً میتونه بسته به فکری که زیرشه. بعد بلافاصله با خودم میگم که ببین اون جلسه ملاقات ساعت 10 همیشه ممکنه باشه ولی نهار رو نباید از دست داد و شاهین ممکن دفعه دوم منو دعوت به این نکنه پشیمون بشه، بذار بریم. میگم شاهین جان میام اون جلسه ساعت 10 هم زنگ میزنم لغوش میکنم، من 12 رستورانی که گفتی هستم. بعد دوباره احساس خوبی بهم دست میده. ببینید یه سناریوی ساده قابل وقوع روزمره است و من از خواستم ازش استفاده کنم برای اینکه منتقل کنم که فکر حس تولید میکنه و احساسات ما روبنا تابع پیامد افکاری هستند که زیرشه. تقریبا 90 و بیش از 7-8% احساسات ما محصول نوع فکری هستند که داریم و یا استمرار اون احساسات همشون. چقدر موافق این که فکر دست خودمون هست یا نیست؟ چون احساس که دست ما نیست. احساس دست ما از طریق فکر، از طریق معنا دادن به رویدادهاست. احسنت. احساس دست ما میتونه باشه به شرطی که افکار ما و معنایی که به امور میدیم رو روش بتونیم نظارت، کنترل و مدیریت داشته باشیم. خب پس شما الان جزو اون دسته روانشناسی هستین که معتقدین که فکر تحت کنترل انسانه؟ بله میتونه. فکر محصول فرآیندهای متعددیه که تو ذهن ما
برقراره، بهش شناخت میگیم. فکر یکیشه. فکر اصلا معنیش چیه؟ فکر فرایند ذهنی حل مسئله رو بهش میگن فکر. خب چرا یه فکرایی میاد تو کلمون که دوستش نداریم؟ گاهی اوقات ما داریم به چیزی فکر میکنیم به عنوان مسئله که اون مسئله نگرانی آوره. برای نزدیک شدن به اون مسئله و بررسیش و حل کردنش هم ایده ها، تصویر یا افکار یا ایده های غیر تصویری، ایده های شناختی اصطلاحاً میگن که حالا بهش میگیم فکر، تو ذهنمون اتفاق میفته که ممکنه اونا نگرانیزا باشه. مثلا راجع به این با هم صحبت بکنیم، یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشین. تصور بکنین که امروز شما یه خبر خوندین که ماشینایی که تازه لاستیکشون رو عوض کردن 1,200 هم دادن و تو تهران دارن میدزدن. شما الان ماشین رو پارک کردین، الان اینجا هستین و هیچ دسترسی به ماشین ندارید. فکر منفی میاد براتون؟ خب فکر منفی اینه که الان شما فکر منفی رو گفتین. آره ولی من گفتم. منفی بود. ولی من گفتم آیا تو سر شما یه ایده منفی بود که شما دادی با وزن منفی نگران کننده. فکری که به ذهنم اومد نکنه ماشین رو بجایی پارک کردم، اگر این یه جفت لاستیک رو ببرن من دیگه پول ندارم لاستیک بخرم، بعد ناهار فردا رو مگه اینکه بگم شاید پولش رو بده خودش رو، بعد شما میگه قرار نبود 1,200 ناهار بهت بدم، قرار بود 50,000 تا ناهار بهت بدم، بعد من میمونم و 2 ماشینم و 2 تا چرخ جلو تو ذهنم که نداره و خب الان چرا نیومد تو سر شما این فکر؟ چون بعیده که حالا یه قانون بیاد، یه رو سنت بیاد، فقط بیان ماشینایی که چرخ جلوشون نوعه لاستیکاشو وا کنن تو سر شب ببرن. منم امشب ماشین می‌برم تو پارکینگ، موضوع حل شد. باید واقع بینانه بهش، باید واقع بینانه. نکته عذر می‌خوام اینو بگم بریم توی رفت و برگشت. ببینید افکار قابل کنترلن با یه معیار. تا چه حد این فکر، این ایده با واقعیت میخونه؟ آخه میخونه دیگه. وقتی ما مثلا یه خبری میخونیم که از هر 1000 تا ماشین داره تو تهران ماشین، تصور میکنیم این خبر وجود داره و امروز مثلا منتشر شده در طرف پلیس. خب بعد چه ساعتی میبرن؟ مثلا من ساعت چرا الان میبرن؟ من پاشم برم ماشین موفق شدم این فکر رو بذارم برای فردا رو خودم راحت کردم. یه بخش کوتاه با هم ببینیم و برگردیم راجع به این صحبت بکنیم که چرا وقتی فکر منفی میاد به راحتی نمیتونیم مدیریتش بکنیم، یه دکمه‌ش رو بزنیم استاپ بکنیم و وایس و بتونیم به لحظه حال بیاییم. چرا وقتی میاد انقدر پشت سر هم تجربه های احساسی ناخوشایند میکنیم؟ بد نباشه. و سوم مثلا قفل بند لاستیکش میندازم و چهارم این که با خودم میگم که حالا دیگه وقتی همه کارهایی رو که لازمه کردم و که خوابیدم صبح بلند شدم دیدم که اون 2 تا چرخه نیستن، خب دیگه من کارهای لازم رو انجام دادم، تا یه مدت زیادی بدون ماشین میرم این ور اون ور. حالا مجبورم با این طنز فشارش رو واسه خودم کم کنم. باید ببینم این واقعیت چقدر واقع بینانه است. اینی که این خبره شاید درست نیست مجموع. اما اگر یه خبر موثق باشه بگه از نمیخوام عدد مطرح کنم بخواد، ولی بگم مثلا قابل توجه احتمال آسیب دیدن ماشین، حالا لاستیک نه، مثلا بردنش یا مثلا ضربه زدن بهش، اون موقع منم نگران میشم. با خودم میگم که یه وسیله‌ای دارم که هزینه تعمیرش گرونه و ممکنه آسیب ببینه. اینجا اگر نگران نشم خب فکرم غلطه. وقتی احتمال آسیب دیدن به شکل عینی واقع بینانه، حالا شما بپرسید واقع بینانه یعنی چی؟ واقع بینانه در حدی باشه که آدم با خودش بگه ممکنه اتفاق بیفته، واکنش طبیعی ما نگران شدن. این نگرانی خوبه. میدونید چرا؟ چون باعث میشه که من فکر بکنم چجوری میتونم جلوی وقوع احتمال خطر رو بگیرم یا کمش کنم. دکتر ما چرا اینه که شما میگین به نظرم تو شرایط عادی برای خیلی همون تجربه میشه و حالمون رو خوب میکنه. مثلا میگیم که خب من قفل فرمون میزنم، نمیدونم قفل چرخ میزنم، ماشینمو بیمه میکنم، همون کاری که لازمه میکنم. ولی ما بعد از این ماجرا 2 دسته میشیم. این برداشت منه. یه دسته اول مثل شما میگه که خب من دیگه برم بخوابم دیگه، من هر کاری بلد بودم کردم. ولی دسته دوم نمیتونه بخوابه، میگه که من همین رو کردم ولی اگه فردا صبح بیاد اتفاق بیفته چی؟ اگه مثلا باز دوباره یک سلسله ای از فکری باعث میشه شب تا صبح نخوابه.
چرا ما این دوتا با هم فرق داریم؟ چه اتفاقی برامون میفته؟ گروه دوم باز خودشون چند دسته میشن. یه گروه آمادگی زیستی دارن برای اینکه نتونن اضطرابی رو که از یه حدی بالاتر رفته مدیریت کنن، تحمل کنن، یا اصلا ظرفیتشون برای تولید اضطراب بیش از اندازه فعاله که اونا با دارو جواب میگیره و روش‌های خودش. یه گروه روش‌های زیستی خودش، دارو، تمرین، تنفس، آرامسازی عضلانی و که داستان خودش. یه گروه نه، اینا و یادتون باشه جز گروه اول یه به هم ریختگی‌هایی وجود داره که ظرفیت مغز ما رو، نه ذهنمون، مغز یعنی سلولای مغزی رو برای اینکه تنش ایجاد بکنه، تنیدگی ایجاد باشه و یا تنش رو کاهش بده رو تحت تاثیر قرار میده، تنش رو بالا تولید میکنه، کنترل تنش رو ظرفیتش پایین میاره. گروه دوم از اون دسته که زیاد مضطرب میشن کسانی هستند که عادت کردن جنبه‌های منفی محتمل یه اتفاق و هر پدیده‌ای یه احتمال آسیب و ضرر و منفی هم داره، اونو ضریبش رو خیلی بالا میکنه. میدونید ما شما ممکنه با خودمون بگیم که بله بالاخره احتمال داره با همه این داستان هم که شده بیان جک بزنن حالا چرخ ماشین رو باز کنن ببرن یا لاغ خراب شد. خب ولی این چقدر مگه؟ 1 در 100,000. تو 100,000 شبی که من بخوابم این احتمال وجود داره و ما می‌ایم اینو فاجعه سازی میکنیم. ولی افراد دیگه اینو فاجعه میکنن. این 1 در 10,000 رو در 10,000 شب این اتفاق ممکنه یک شبش بیفته. 1 در 10,000 یعنی 3 شب بخواد 3 سال ما شب احتمال داره آسیبی نباشه، یک شبش باشه. خب این احتمال خیلی کمیه رو ضریبش رو بالا میبرن، انگار که ممکنه در ماه یه بار، هر 2 ماه یه بار، در 3 ماه یه بار. فکر می‌کنن هر شب قرار این اتفاق بیفته. خب طبیعتا منم اگه اینجوری فکر بکنم مترصد میشم آسیب ببینم دوزار بگیرمش. ازش عبور نکنیم. به نظر شما فاجعه سازی هم یک در واقع عادت خطای شناختی و یک عادت ذهنیه. بعضی از ماها که خیلی سختی کشیدیم و بعضی از ماها که متاسفانه به همون یاد دادن که روی اتفاقای بد و رو سختی‌ها کنترل نداریم، نمیتونیم روش به اندازه‌ای که شایسته است میخوایم مدیریت داشته باشیم. فکر می‌کنیم شرایط از کنترلمون در میره، این اتفاق بد میفته. یه کارتونی نشون میداد گلب اون قوله و اون آدم کوچولو تو یکی از اون پرسونالیتی‌ها، یکی از اون شخصیت‌ها همش منفی میبافت، میگم من میدونم نمیشه، از این گذشته‌شو در بیارم، میگفتم من میدونم نمیشه و شخصیت نماد این شخصیت بود. غیر اغلبم اون بدبینیش، نگاه منفیش توی اون داستانا اتفاق نمیافتاد، ولی او دائم میلرزید که نبادا اون اتفاق بد بیفته. اتفاقا اون کاراکتر و اون کارتون خوب بود به خاطر اینکه به ما یاد داده که گاهی اوقات چقدر ممکنه خوشبختانه اتفاقای بدی که ضریب بالا بهش میدیم پیش بینی میکنیم اتفاق بیفته، قرار نیست اتفاق بیفته، چون امور در مجموع به سازمانتر، قابلترن و ما خودمونم توش عددی هستیم. یعنی چی؟ یعنی من و شما میتونیم با یه سری تمهیدات، برنامه‌هایی که میچینیم و نظارتی که میکنیم جلوی اون اتفاق ناگوار بگیریم یا احتمالش رو خیلی کم کنیم که دیگه بتونیم راحت‌تر بخوابیم. مثل امتحان کنکور، مثل امتحان آخر سال تحصیلی، مثل امتحان رانندگی، مثل هر جایی که قرار یه ارزیابی باشه. پریروز نه تو موقعیت کاری، تو موقعیت تو مرکز مشاورت، تو دفتر کارم نه، تو موقعیت دانشگاهی که بودم یه فردی می‌خواست بره یه مصاحبه شرکت کنه. آدم شایسته‌ای هم بود. من مطمئن بودم با توجه به شناختی که ازش داشتم تو مصاحبه موفق بیرون میاد. به شدت مضطرب بود. بیش از حد طبیعی اون کار و دائم به جنبه‌های منفی که نکنه، حتی تا اونجا پیش رفته بود که میگفت نکنه اونجا من یه لحظه با این استراب نفسم بگیره و اونا فکر کنن من آدم مضطربی هستم، من کنار بزنم، پنیک بشم. خب بعد یه 10 دقیقه یه روبی که با هم حرف زدیم تا اون مسیری که اون میرفت بر مصاحبه، خب رفتش اصلا اونجا اون اتفاقایی که اون فکر می‌کرد اونجوری نیفتاد. میدونی اونا خودشون بهش گفته بودن طبیعیه شما الان مضطرب باشی، یه آبی بخور و یه ذکری که یه آدم خیلی باوقاری اونجا بود گفت یه ذکری که دوست داری بگو تا ما پرونده‌هامون رو درست کنیم. این بلافاصله آرام شده بود و مصاحبه خوب اتفاق افتاد. بعد اومده بود بیرون، این چی به من میگفتش که من خوش شانس بودم که اون آدم اونجا بود وگرنه من نمیتونستم جلسه مدیریت. چه جالب، باز ارتباطش میده به شانس، میداد به یه عامل بیرونی و شانس، به کفایت آدم با کفایت به کفایت‌های خودش به لحاظ ذهنی وقوف نداشت. نظریه اسناد رو در واقع بله.
و چون علت وقوع بیرون از خودش میکرد و اونو غیر قابل کنترل، نه بیرون قابل کنترل، به شانس نسبت میداد. حالا اتفاق خوب افتاده، تو مصاحبه رفته، بعد خوشحال بشین. مصاحبه خوش اومده، بهش گفتن شما انقدر عملکردش خوب بوده که گفتن که شما یکی از سکاندید اصلی ما هستید، برو به سلامت. اومده عوضی که ذوق کنه و بگه که تونستم رفتم. اولا من خیلی تشکر میکرد، گفت چون تو اومدی تا اونجا من حس خوبی پیدا کردم. خب این راست میگفت، ولی سوادشو که اضافه نکردم که. بعدم رفته اون تو خوب پاسخ داده، اقناع کننده بوده. اونا هم بهش بالاخره آدمای حرفه‌ای بودن، گفتن آقا ما می‌خوایم این استراب تو کار تداخل نکنه، آب تو بخور، ذکر تو بگو تا ما پرونده تو بخونیم. اینم احساس خوبی کرد و تهدید و بلافاصله رو ذهن خوش برداشته بود. دیگه به این که اونجا چقدر خوب جواب داده، سوالای اونا رو پوشش داده و این همه سال درس خونده، اونا رو توجه نمی‌کرد. میگفت من که باهاش تا بخشی از اون مسیر رفتم و اون آقا خوبه که اونجا خوبه. اینا درست، ولی سواد خودش چی؟ اگر من مثلا شما منو تا اونجا میبردیم، من میرفتم تو اون جلسه، من سواد اون مصاحبه نداشتم، خب اون آقا هم با من خوب رفتار میکرد، ولی بازم نمیتونستم جواب بدم. من هیچی نمیتونستم جواب بدم. چه نکته جالبی گفتین. بنابراین اسناد هفته پیش از شانسی حرف خیلی به نظرم طلایی زدیم و گفتیم که اگه جای ما رو با یه فوتبالیست درجه یک عوض بکنن، بهترین پاس دنیا رو هم به ما بدن، ما نمیتونیم گل بکنیم و هیچ شانسی نداریم. چرا؟ چون اون مهارت رو نداریم. بله، یعنی میگن شانس در زمان درست، جای درست بودن و واکنش درست نشد. این واکنش درسته اون آدم است. خب من شما رو نمیدونم، ولی من مثلا تو تیم ملی، حالا فوتبال لازمه، اونجا وایسیم توپ 100 تا توپم تلفن بیاد، حالا بهترین پاس دنیا رو بهمون بدن، دروازه هم خالی باشه، باز نمیتونیم اونجا اون صحنه، چون ما اون آمادگی رو نداریم. ما رو اون آمادگی حساب باز نمی‌کنیم. در واقع شانس رو شانس آورنده می‌آفرینه. عالی بود. به نظرم خیلی خوب بود برای بچه‌های کنکوری، هم به نظر اتفاق خوبی بود. یکی از چند میلیون یا میلیارد احتمالی که در دنیا وجود داره اینه که مثلا ممکنه شما کنکورتون رو خراب بکنید، ولی به همون اندازه و خیلی بیشتر وجود داره که شما کنکورتون رو بتونید خیلی خوب بدین. چون تلاش کردن. گل گفتم دکتر. اینجا حالا خوب. نهار فردا فراموش نشه. بریم کوتاه ببینیم، برگردیم شما ان شاءالله کنکورتون رو خوب بدید. خب شبتون بخیر باشه. اینجا حال خوبه آقای دکتر؟ شما به حد فاصله این رفت و برگشت کوتاهتون یک توصیه کنکوری می‌کردین، لطفاً برای مخاطبین ما هم بگین یه بار که اونا هم پدر مادرها بتونن به فرزندانشون کمک بکنن. ببینید واقع بین باشیم، اون گروه از بچه‌هایی که تلاششون رو یک سال اخیر کردن، خوب خوندن، درست خوب خوندن، یعنی زمان گذاشتن و درست زمان رو مصرف کردن، این خیلی مهمه. با خاطرش برنامه داشتن و برنامه‌هاشون رو خوب اجرا کردن. حالا دیگه وقت این 3-4 روز اینه که خودشون رو آماده کنن برای اینکه با اون اضطراب طبیعی اون واقعه مهم عجین بشن، آشنا باشن و اونو بپذیرن. بچه‌های عزیز، شما وقتی میرین جلسه امتحان با مقداری از اضطراب میرین. خب این اصلا کارکردشون رو مختل نمیکنه، اصلا اونا رو باعث دردسر جدی نمیکنه. این دوزه بهشون کمک میکنه. اون اضطرابه برای اون کاری که دارن میکنن متناسب با اون طبیعیه، دارن میرن آزمون بدن، آزمون هم اضطراب خودش رو داره. باید مراقبت کنیم که از این اضطرابشون مضطرب نشن، از این اضطرابشون نترسن، از این اونو نشانه ناتوانی، کمتوانی یا سر جلسه مشکل، سر جلسه بد عمل کردن نبینن. اصلا اینطوری نیست. به زندگی خودشون برگردن. تا حالا حداقل 12 سال امتحانات آخر سال دادن و در تمام اینا، در اغلبش اینا مقداری از اضطراب داشتن. خب و الحمدلله عملکردشون هم انشالله که اغلب اوقات خوب. حتی اگر قبلا عملکردشون خوب نبوده، این معنیش نیست که حالا عملکردشون خوب نباشه. من 2 تا واژه به کار میبرم: اضطراب، عملکرد. اضطراب، مقداری از اضطراب برای امتحان مهمی مثل کنکور در افرادی که این سال اخیر رو به اندازه کافی، ماهای اخیر رو به اندازه کافی و خوب خوندن طبیعیه و در عملکردشون تداخل منفی نمیکنه، به شرطی که به خودشون نگن وای قرار مضطرب بشم یا وای اضطراب دارم. خب اون افرادی که به اندازه کافی نخوندن، خب نخوندن دیگه. ببین وقتی به اندازه کافی انقدر که لازمه نخوندن،
بنابراین خودشون استراب وای نکنه نتونم خوب عمل کنم و ندن، با خودشون بگن بریم به اندازه‌ای که میتونیم در حد توانمون به مقدار خوندنمون به بهترین نحو ممکن عمل کنیم، از سطح سوادی که داریم کمتر نیایم. ببینید مهم اینه که اونا هم واقع بین باشن. چرا باید الان این انتظار رو از خودش داشته؟ وقتی کسی 1 ماه خونده چرا باید انتظار داشته باشه که به اندازه کسی که 1 سال خونده نتیجه بگیره؟ میدونید؟ پس خودشون اینم نگران نکنه، اینم داره میره توانایی خودش رو تون ضرب درا به خودش نشون بده و این آخرین فرصت زندگیشون نیست، آخرین باری هم نیست که قرار امتحان بدن. انشالله که امسال به هدفی که میخوان میرسن، ولی اگر نرسیدن این آخرین بار و آخرین روزهای عمرشون نیست و فرصت هستی هدیه است در انتخابشون که برای اینکه دوباره با هدف برنامه‌دار برای رسیدن به هدفشون تلاش درست کنن. یه عبرت میشه. همه جنبندی حرفم برای کنکور اینه. اونایی که خوب خوندن، به اندازه کافی خوندن یا تلاششون رو کردن، خب حالا دیگه تلاششون رو کردن. حالا باید عملکرد خوبی در بازنمایی تلاششون رو اون برگه ها داشته باشن و منتظر اون استراب هم باشن، از اون استراب هم نترسن. ما یک ترس داریم، یه ترس از ترس. اغلب اوقات ترس از ترسیدنه که ما رو فلج میکنه، نه خود ترس. ما یه استراب داریم، یه مضطرب از استراب که آی من دارم مضطرب میشم. که دو تا با هم فرق. دو تا با هم فرق داره، دومی اذیت میکنه. اونو مدیریت کنن. آقایان، خانم‌های محترم، حتما مقداری از استراب خواهید داشت و این طبیعیه. خب این 2-3 روزه هم حالا دارن تلاششون رو هدفدار کردن، مقدار مطالعه‌ای که میخوان بکنن، اغلب اونایی که خوب خوندن الان دارن یادآوری میخونن. خب بخونن، تستای تمرینیشون رو بزنن و سعی نکنن خودشون رو دائم ارزیابی کنن، بر اساس عملکرد این 2-3 روزه بخوان پیش بینی کنن کنکورشون رو. به هم ربطی نداره. گاهی اوقات این 2-3 روزه ممکنه یه ذره پایین‌تر از حد انتظار خودشون پاسخ بدن. این نشونه این نیستش که توی کنکور پایین عمل میکنن، به هیچ وجه. خب به دلایلی گاهی اوقات یه همچین موقعیت‌های افراد یه مقدار عملکردشون از حد انتظارشون پایین‌تر میاد. نه ترسونن خودشون، تمرینشون بکنن، تستاشون رو بزنن، از لحظه شروع کنکور به شرطی که از استرابشون نترسن عملکرد بهینه خواهند داشت انشالله. این کنکور، حالا شما و بزرگواری که تو این جلسه تشریف داشتن و سوال کردن، ما رو برد به طرف تاکید بر کنکور. خب ولی کنکور یه نمادی است از هدف و هدفدار تلاش کردن و برای رسیدن به هدف برنامه داشتن. برنامه امروزمون رو با این شروع کردیم که با چی شروع کردیم؟ موضوعی که فکر و احساس. فکری که معطوف به آینده است و برای ما نگرانی میاره، مثل همین موضوع کنکور یا موضوع دزدیده شدن خدا نکرده لاستیکایی ماشینه. آره چه مثلا برام جالبه که اینو با هم صحبت بکنیم. حالا بخش قبلی که در واقع هدیه برنامه حال خوب آقای دکتر بهمنی بود برای بچهای کنکوری و پدر مادراشون. اگر شما خودتون پدر مادر هستین و این برنامه امشب رو دیدین، تو تکرارش میتونید پیشنهاد بکنید که فرزندتون هم ببینه. به نظرم خیلی کمک میکنه. کاش مشاوره‌ای مثلا زمان کنکورای ما بودن، اینا رو به ما میگفتن و چقدر میتونستیم شب‌های با آرامش رو بگذرونیم. و چه حیف، چون همه اونا گذشت، دانشگاه هم قبول شدیم، مقاطع مختلف هم رفتیم، ولی چه شب‌های پر التهابی داشتیم و همش نگران بودیم اگه نشه چی میشه، اگه این اتفاق بیفته چی میشه، اگه سر جلسه قش بکنیم چی میشه. به نظرم خوششانسی بچه‌های حال حاضره که انقدر دسترسیشون به دنیای روانشناسی و مشاوره بیشتره. بریم به سراغ قصه شانس و لاستیک و ماشین. حالا هر کس که داره الان تو خونه ما رو میبینه میتونه یک مقیاسی از قصه خودش رو با این ماجرا ببینه. چرا اگر این اتفاق برای شما یا شما نوعی بیفته ربطی به شانس نمیدینش؟ ببینید، نمیگیم بد شانس بودم ماشین منو دزدیده. به خاطر اینکه دلایلی وجود داره، عواملی وجود داره که اگر اونا رو کنترل می‌کردن ممکن بود این اتفاق نیفته، یا اگر بکنن دیگه شانس چیه؟ وقتی ماشین رو جای خوب بذاریم، مکانیزم‌های حفاظت کننده زنجیر و قفل رو به کار ببریم، بیمه و همین چیزا که با هم صحبت داشته باشیم، وقتی این کارا رو بکنیم، خب بنابراین اگر هم اتفاقی بیفته که احتمالش خیلی کمه، خب ما سهم خودمون رو اجرا کردیم و اون مکانیزم‌های پیش بینی کننده هم ضرر رو جبران میکنه، یا اصلا اتفاق نمیفته. تو همین شهری که توی همین تهران، شبا تعداد ماشینایی که تا صبح خدا رو شکر بدون هیچ آسیبی راننده میره در ماشین رو باز میکنه خیلی بیشتر از اون تعداد ماشینیه که
به اصطلاح ممکنه که آسیبی ببینه، یکی بهش بزنه یا مثلا یکی دزدی کنه ازش. خیلی نسبت با هم نمیخونه، کمه. و ما علالقاعده به منطق هستی باید اون مقدار احتمال وقوع مثبت رو هم تو ذهنمون بیاریم، نه اینکه اونو نادیده بگیریم. خب اینم بیاریم تو ذهنمون. البته اینجا متغیر دیگه هم دخیل میشه. اگر کسی تنها سرمایه‌اش اون ماشین باشه و اون ماشین براش منبع درآمد هم باشه یا یه خیر دیگه ای باشه، علالقاعده احتمال کوچکترین آسیبا برای اون ارزش ضریب بیشتری پیدا میکنه. خب اینم یه نکته است، میدونی. یا مثلا پسری که دانشگاه قبول نشه بعد بره سربازی، یه ذره انگار با بقیه یه خورده متفاوته. در مورد سربازی اجازه بدید من نگم، چون به نظر من سربازی اتفاق خوبی برای پسر هاست، برای اینکه به معنی بعدش نگفتم، به معنی اینکه یک چالش پیش رو خواهد داشت. چالشش فرق میکنه. آره، میره اونجا و اونم زندگی رو یاد میگیره و تجربه بهتری. تقریبا همه کسانی که از سربازی برمیگردن تقریبا گفتن اونا میگن که اتفاق خوبی برای زندگی اون بود، اگرچه روز اولش ناراحت بودیم، فکر می‌کردیم اتلاف عمره. حالا این یه بحث دیگه است. به هر حال یه چالش رشدی. اگرم یه روزی برای پسرها سربازی رو برداشتن، باید یه مشابهش بذارن تا اینا زندگی، تمرین استقلال، تلاش، چالش رو حالا به شکل دیگه‌ای داشته باشن و بعد وارد عرصه زندگی چی بشن. اون داستان شاید اگه خواستی داری صحبت کنیم، زندگی اجتماعی، تعامل، بالا دست، پایین دست، هم قطار، حفاظت، حمایت شدن، حمایت کردن، مهارت‌های خاص زندگی پیچیده بعدی رو از دبیرستان میتونیم یکی از برنامه‌ها رو روش اونم برقاش داستانی است. حالا فرمش باید تغییر کنه متناسب با امروز بشه دیگه. بله، سربازی امروز وقت. ببینید اینی که آدما پایان تلقی نکنن یه نرسیدن به هدفی رو که می‌خواستن. خب یه نفری دوست داشته باشه برای خواستگاری بهش ندادن، خیلی حالش گرفته میشه دیگه. آره ناراحت میشه. خب میری خواستگاری دیگه. به همین راحتی نیست، ولی اینه چالش اینه، میدونی، چون دل بستگی. آخه اینم باز متفاوت. ببینید یه موقع است یه دقیقه هم تا پایان بیشتر نداشته باشه. پس خداحافظی کنیم. یه موقع هستش که میگن آقا بریم خواستگاری و این علاقه‌ای به اون طرف مقابل نداره. خب میره، نمیشنوه، میاد، این از یه چیزی ناراحت میشه. اما یه موقع است یه نفری که میخواد، با هم حرف و حدیث داشتن، قرارمدا گذاشتن، میرن خواستگاری نمیشه، اون یه ناکامی دیگه ای محسوب میشه. یه اتفاق نیست. بسته به اینکه داستان چیه، یه نشنیدن معانی متفاوتی پیدا میکنه و اون معانی تاثیر روی مثل همون ماجرای کسی که وسیله نقلیه‌اش براش همه زندگیشه یا یه بخش بزرگی از زندگیشو داره تامین میکنه. معنا فرق میکنه و احساس فرق میکنه. معناها میتونن احساسا رو خیلی منفی، متعادل یا مثبت کنن. ما کارمون با معنا هست. من به نظرم این موضوع رو اگه شما دوست داشتین و صلاح دونستین و مخاطبام علاقه‌مند بودن، حالا میرم پیامک‌ها رو چک میکنم، اجازه بدیم هفته آینده در موردش صحبت بکنیم. چون موضوع فکر که معطوف به آینده است و واسه نگرانی ما در حال میشه، موضوع خیلی عمیقیه و لازمه که راجع به معناش بیشتر تبیین بکنیم. به نظرم هر چی در موردش حرف بزنیم کمه و اگر بیننده‌های محترم هم نظرشون این بود، میارزه که ما چند جلسه این داستان معنا، فکر، معنا و احساسات تابش که واقع بینانه متناسب یا ناسازگار غیر واقع ناسازگار. سپاسگزارم.